ام حمود زانن دما سال 1946 لروجلات کردستانی لکانتونا اورمیه لباجار مهاباده پیشوا قاضی محمد کومار کردستان را گهاند لمیدان چارچرا کومار اعلان کرد و چاخه قاضی محمد دو تشتین گرینگ جبو کردستان میراث اعلان چه بو ناو دو تشتی گرینگ یک سرودا نتوی مارشا ملی کردستان عراقی بو گوتن عراقی یه هلبستوان جوانی باشوری کردستان یونس رعوف دلدار بون او گوتن گلک بوات هیا بحثا کشان حالی دیگه گلو کام لکماری وگرن دما کمار هاتا راگاندن کی جان آل هاتا هلبجاتن بیگمان حالا کمار کردستانی کنها لسر اکرانی هونده بینن بله لمهاباده اب آلج بو کمار کردستانی هاتا هلبجاتن و او مارشی عراقی جیوکی سرودا نتوی هاتا هلبجاتن او آل هاتا هلدان دبن بی آلی دا سرودا عراقی هاتا خواندن کس نبی کرد مرن کرد جین دبن جین دبه قد ناکوه آلا کردان اگر کسک را دیجی وی آلی درد کوه دویلش خوش شرم بکه فدی بکه اگر کسک را دیجی وی آلی درد کوه پیوستل دیجی سرودا نتوی دیجی عراقی بج در کوه اگر نخواستن دیجی عراقی در کوه پیوستل دیجی وی آلیش در نکوه جبر که دبن وی آلی در عراقی هاتا خواندن بله اب آل او عراقی سمبولا کمارا کردستانی نه پیوسته همو کردلی خود در کوه دبن بانی وی آلی در و به وی سترو دی شورش روجرات بسر بخن. بهویا روژن آزاد، جن جیان آزادی.